سلام دوستان عزیز، روز همگی بخیر و شادی باشد. ما دعاگوی آنیم که همه وقت خنده در خاندان شما، خنده در لبان شما، خنده در لبان مادران و پدران ما هویدا باشد و صلح و صلاح داریم. صلح و سلامون همه وقت پایداری ما ملت تاجدار تاجیک باشد. و امروز کم ترک بیکار موندم، در اومده کامنتاریا رو خوندم. فقط صحبت درباره فیلم، درباره فیلم فقط چی می نویسن کامنتاریا در؟ خب 50 در 50 کامنتاریا نفرایی میکنن که فقط فیلم های مذهب کوی کنیم، فیلم های خنداوری کنیم و فیلم هایی که خنداوری ما میکنیم تماشابی بسیار دارن و فیلم هایی که اینا به مثل پیسری سودا، به مثل آینه بیجیلو که تلویزیونی بود، دیگر فیلم هایی هستن در یوتیوب کانال تماشابی کم دارن. ما میدونم که فیلم های تربیوی را فقط نفران تماشا میکنن که عقل دارن، سواد دارن، فرهنگ دارن، مدنیت دارن و فهمیش دارن، آنها تماشا میکنن. و نفرایی که میدونن فیلم های تربیوی را تماشا میکنن و حیف 1 ساعت میگن معنیش نمیفهمن، یعنی که وای 5 1 نیست، 5 1 نیست. ولی عقلش همو کم میگیره. برای همین ما در این مسئله زیق هم نمیشیم، دل شکست هم نمیشیم و ما در آینده تصمیم گرفتیم که سالهایی که جوان بودیم فیلم های شوخی میکردیم و به مثل اینا آواره عشق، به مثل جورگی تو خیره، به مثل ادب آموز از بیادبان، دیگر فیلم هایی که بنابرای گفتیم مهمانی ناخونده، یعنی فیلم های ساده و از بین خلق گرفته در خلق پیشکش کردن بود. فیلم های شوهر در اجاره، اون چیزی که بچه‌اش می‌دیدیم همون را کم ترک واهمه کرده برنامه گرفته پیشکشی تماشابین می‌گردوندیم. ما در آینده تصمیم گرفتیم که فیلم‌های تربیوی پیشکش کنیم و جوانا کمی هم باشن، کمی هم که باشد جوانا یک خیزوی معنوی بگیرند و یک فیلم‌های تربیوی را تماشا کنند و تربیت بگیرند. نیتی ما همیه و ما کوشش میکنیم که در آینده فیلم های تربیوی را زیاد کنیم و تماشابین ما هوشیار شود، بیننده ما فکرانیش دیگه شود، بیننده ما با چطوری که کتاب میخوندن وقتی کتاب میخوندن چقدر مفکورشون پیش رفتگی بود. ما باید همه کسا یک جایه شویم که فیلم های تربیوی بگیریم و شما تماشابینا با ذوق باشید تماشا کنید و فیلم های تربیوی من با مثل فیلم هایی که ساده و سهل میگیریم همه تماشابین پیدا کنن. ما نیت من همیه، کوشش من همیه و در آینده انتظار باشید که فیلم های تربیوی پیشکش شما میگرده. دوستان عزیز، برادران قدردان، تماشا کنید و حلاوت برید. باقی سربلند خانواده باشید و در کجای باشید نباشید، خداوند یار و مددگار. زنده باشید.